با مقصد من بعد افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی، استفاده ثمرانک آب زمین‌های کورم، تکنولوژی‌های اینوواسیونی و آگروتکنیکای پیشرفته یکی از سمت‌های اساسی رشد یافتن ساحه کشاورزی محسوب می‌یابد. وابسته به این کشاورزان ولایت ختان از جمله خودجگی‌های دهقانی و هر یک کشاورز و اویله را ضرور است که استفاده ثمرانک زمین پیش از همه زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی، ذخیره کردن تخم‌های اعلی‌صفت و با همین را گرفتن توسعه اصلی را در سال روان باید تامین نمایند. با این مقصد با دستور سپارشی رئیس ولایت ختان قربان حکیمزاده گروه کاری تحت رهبری نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت محمد سعید زورزاده تشکیل داده شده مسائل بلوزیک را در یکجایی با مسئولین ناحیه وخش مورد آموزش و تحلیل و بررسی قرار دادند. ذکر باید نمود که در حدود ناحیه وخش 6 عدد جماعت‌های شهرک و دیهات با کشت زراعت‌های کشاورزی مسئول بوده. سال روان در میدان 15748 گکتار زراعت‌های کشاورزی از قبیل غله‌دانگی و زراعت‌های تکنیکی از جمله پخته، سبزیجات، فلزی و دیگر نوع زراعت‌ها کشت نمودند. در حدود ناحیه 6500 خودجگی‌های دهقانی خرد و میانه فعالیت نموده. سمت اساسی آنها پخته‌کاری، سبزیجات‌کاری، باغداری و چاروداری میباشد. امسال کشاورزان ناحیه در میدان 9500 گکتار کشت پخته گذراندند که از تحلیل و آموزش گروه کاری برمی‌آید که انکشاف و پرورش پخته در حدود جماعت‌های دیهات ناحیه 2275 گکتار در حالت شانه‌بندی قرار دارد. از تحلیل‌ها برمی‌آید که در ناحیه کارها در سمت آگروتکنیکای پرورش پخته از قبیل دانه‌کنی بین قطارها، آذوقه‌دهی و آبمانی در حدود جماعت‌های ناحیه از طرف خودجگیدانان صورت خاصه پیدا نموده باشد هم اما هنوز به طلبات جوابگو نیست. مشاهده و آموزش گروه کاری نشان داد که در بعضی خودجگی‌های حدود جماعت‌ها پیداشوی حشرات‌های ضرررسان پخته از جمله شیرینچه و تورتنک به مشاهده می‌رسد که این از مسئولین ریاست کشاورزی تقاضا می‌نماید که برای پیشگیری و پنهان نشدن حشرات‌های ضرررسان تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده برای نیست و نابود کردن آن از زهرخیمیکات‌های موجوده استفاده برند. یادرس باید گردید که بارشات و سیلی که 11 می سال روان با وقوع آمد میانکشان ناحیه بخش خسارات جدی دیدند. اکثر زمین‌های پخته را در حدود جماعت‌های 20 سالگی اصالت تاجیکستان مشعل آب شسته پر از ضرر جدی دیدند. مسئولین ناحیه در همبستگی با کارمندان ساحه کشاورزی برای برطرف نمودن این آفت طبیعی از تمام شرایط و امکانات‌های موجوده استفاده برده کشت دوباره پخته را در این زمین‌ها عملی نمودند. تحلیل‌ها در ناحیه وقت نشان داد که وضع جمع‌آوری محصولات کشاورزی با 1 یونیو سال روان میدان 718 گکتار غله‌دانگی، 489 گکتار سبزیجات، 40 گکتار کارتوشکا و 400 گکتار قلفینه جمع‌آوری گردیده. از این میدان‌ها 10475 تن غله‌دانگی، 12572 تن سبزیجات از جمله 6909 تن پیاز، 510 تن بادرنگ، 768 تن کارتوشکا، 1020 تن قلفینه استحصال نموده وارد بازارهای مملکت و به صادرات نگرانیده شده است. قابل قید است که در ناحیه کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی نگران کننده بوده گرچند که از روی معلومات ریاست کشاورزی ناحیه و ولایت تا 1 یونیو سال جاری در حدود جماعت‌های شهرک و دیهات ناحیه کشت تکراری عموما گزارنده نشده است، لیکن حالت واقعی نشان داد که در اکثریت جماعت‌های شهرک و دیهات ناحیه با کشت تکراری آغاز بخشیده در اکثریت میدان‌های جمع‌آوری گشته حاصل غله‌دانگی و سبزیجات کشت تکراری جواری، مکه، لوبیا و دیگر زراعت‌های کشاورزی گزارنده شده. تا حال معلومات فوری داده نشده است که این از خودنظری به مسئولیتی رئیسان جماعت‌های شهرک و دیهات و مسئولین ناحیه درک می‌دهد. موافق معلومات ریاست کشاورزی ناحیه ساحه چاره‌داری سال از سال رشد یافته. عین حال 48600 حیوان کلان شاخدار که 23300 سری آن ماده‌گاو را تشکیل می‌دهد. حیوان میده شاخدار باشد 172926 سر، 137646 پرنده، 2522 سر ارز، 1051 اویله زنبور اصل نگاهبین و پرورش کرده می‌شود. با مقصد زمستان گذرانی چاروا رفت علف دروی و ذخیره خشک درست در ناحیه ادامه داشته تا به امروز 10199 تن خشک درشت از جمله 1000 تن تربیده، 5409 تن خصبیده و 2540 تن علف‌های طبیعی در ناحیه ذخیره کرده شده. کارها در این سمت ادامه دارد.
با مقصد تامین اجرای دستور سپارش‌های پیشروی موظف ملت در سمت استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین، بلند برداشتن آسیبناکی زراعت‌های کشاورزی. در این زمینه تامین بازار داخلی با محصولات خوراکه، وسعت دادن کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی و برطرف نمودن کمبودی‌های داشته در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش جلسه گروه کاری با اشتراک رئیس ناحیه، مسئولین ریاست کشاورزی، رئیسان جمعیت‌های شهرک و دهات، راهبران خواجگی‌های دهقانی جمعیت دایر گردید که در آن گروه کاری برای برطرف نمودن کمبودی‌های داشته به مسئولین ساحه کشاورزی دستور و مصلحت‌های مفید دادند. از جمله هر چه زودتر پورا گرفتن یگانه‌کنی نیال‌های پخته و آماده نمودن میدان‌های کشت برای آذوقه‌دهی یکم، همچنین تضمین کارهای اگرتکنیکی از قبیل چابک دستی و نرم‌کنی تکنیکی بیخ نیال‌ها و آمانی، سفربر نمودن سهامداران به کارهای سرایی، همچنین وسعت دادن رفت جمع‌آوری زراعت‌های کشاورزی و در میدان‌های خالی شده گذراندن کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی، راه دادن به خالیمانی زمین‌های کورم به کشاورزان ناحیه و خواجگیداران توصیه داده شد که تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نمایند. جهتی در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلالiyet دولتی جمهوری ترکستان تاکید گردید که کارهای آبادانی سازندگی را وسعت بخشیده در آباد و زیبا گرداندن تشکیلات و مؤسسه‌ها، انجام دادن کارهای سازندگی مسئولیت بلند را درک نموده این جشن مبارک تاریخی را با تحفه‌های ارزنده ملتی استقبال گیرند. خالمراد نیازی، عبدالغفار ستار، نمازعلی ارگش برای برنامه اخبار از ناحیه وخش.